به به چه حال خوبی بچه‌ها. سلام. توی این ویدیوی خیلی مهم و کوتاه میخوام یه نکته طلایی رو برای بهتر ترید کردن داو جونز توی سشن نیویورک خدمتتون عرض بکنم. خیلی مهم و خیلی کاربردیه. ببینید بچه‌ها، برای بهتر فهمیدن حرکت‌های روز داو جونز یه اندیکاتوری هست که میتونید خیلی خوب ازش استفاده کنید. اون اندیکاتور هم نماد S&P. یعنی من مدت زیادی این رو بک تست گرفتم. داو جونز توی حرکت‌های خودش به شدت تکنیکالش رو از S&P وام میگیره. همین یه نکته کوتاه، نکته ویدیو بود. نگاه کنید، من اومدم دقیقاً روز جمعه که تازه میگم بازار رفتارهای نامتعارف داره رو روی S&P و روی داو جونز، بزرگی داو جونز و کوچیکی که اینجا قرار دادم، در یک بازه زمانی براتون قرار دادم. این بازه زمانی یه نکته داره. نگاه کنید، این که میگن بازار رفتاری مثلا مثل واگرایی رو از خودش آیا نشون میده یا نمیده. ببینید، اگر شما واگرایی رو به صورت اندیکاتور طور فقط دنبال این باشید برید توی اندیکاتور این واگرایی رو در بیارید، هیچ وقت باهاش به تنهایی سودده به نظر من نمیشید، چون شما به منطقش نرسیدید. منطق واگرا شدن قیمت، اصلا اسم واگرایی از همینجا میاد دیگه. میگن قیمت واگرا شده، قیمت روی چارت یه چیز، روی اندیکاتور یه چیز دیگه است. این یعنی چی؟ یعنی رفتاری که انتظار داشتیم اندیکاتور که لگ داره نسبت به قیمت، یعنی اندیکاتور تاخیر داره نسبت به قیمت، ما انتظار داریم اندیکاتور بعد از اینکه قیمت ساختاری رو ساخت اون بره دنبالش، بیفته دنبالش دیگه، بره اون ساختار رو بسازه. اندیکاتور اون رو نساخت. یعنی شما اگه با این درک واگرایی رو ترید بکنید معنی میده. این مفهوم رو من دقیقاً میخوام همینجا به شما نشون بدم. ببینید، این دوتا خط عمودی سبز رنگ رو ببینید، ساعت 16:31 رو اولی داره نشون میده و بعدی 16:59. نگاه کنید، توی این دوتا بازه زمانی نمودار S&P، میگم نمودار داو جونز، تکنیکالش رو از S&P وام میگیره. شما اینجوری اگه یه جای گیج شدید، 50-50 شدید، الان داو جونز میخواد بای بشه یا میخواد سل بشه، مثل این گروه از افرادی نباشید که فقط با هیجان قیمت به محض باز شدن اوپن نیویورک وارد ترید میشن. به نظر من این ساختار به تنهایی هیچ وقت شما رو سوده نخواهد کرد. توی چارت S&P قیمت ببینید خیلی مشخصه دیگه. الان شما اینجا به اینجا رو نگاه کنید، قیمت سقفی پایین، این سقف اون توی S&P، اینم سقفشه داخل اون. تا ببینید این دوتا تایم رو نگاه کنید، من یکم آوردم این عقب‌تر که دیگه مطمئن باشید این دوتا سقف. پس ببینید مشخصه که قیمت توی S&P سقف پایینتری ثبت کرده. ولی همون بازه زمانی رو برید روی داو جونز نگاه بکنید، بعضی از بروکرها این رو برابر زدن. اینو کنید، من اینو بذارم روی این، بعضی از بروکرها اینو برابر زدن، ولی این برابر نیست. من توی چارت اصلیش، حتی توی این بروکر هم بالاتره، ولی من توی چارت اصلیش توی تریدینگ ویو که نگاه کردم، این سقف بالاتر از این سقف ثبت شده. همین مهمترین تعریف واگرایی برای نماد S&P و داو جونز. الان شما بر اساس هر ساختاری ممکنه بگید نگاه کن، الان این رفته یه سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی ثبت کرده، پس میخواد پول بک کنه بره بالا. ولی اگر از این نکته خیلی ساده که اینجا خدمتتون عرض کردم کمک میگرفتید، وام میگرفتید، میبینید نگاه کنید اصلا داو جونز اینجا سقفی بالاتر ثبت کرده، S&P اینجا سقفی پایین‌تر. نگاه کنید الان اینجا هم نگاه کنید، اینجا داخل S&P سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت شده، ولی دقیقاً همزمان داخل داو جونز سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت شده و دقیقاً تو کندل بعدی منهای اینکه چه اتفاقی افتاده، بازار شارپ اومده ریزش کرده. همون نکته‌ای که من به کرات توی آموزش ها هم گفتم که وقتی بازار سقف قبلی رو نمیزنه، برمیگرده میاد کف قبلی رو میزنه، اینجا میتونست یه ترید مناسب باشه برای ترید S&P. ولی در مجموع داستان برای روند بلند مدت، ببین شما اینجا رو دارید میبینید دیگه، این دوتا سقف دقیقاً حرفی که من دارم میزنم برای شما تداعی میکنن. این دوتا سقف بالاترن، این دوتا سقف پایینتر. شما اگر توی تکنیکال داو جونز گم شدید، بهترین کار اینه که برید از تکنیکالش از S&P بگیرید، چون لو والیوم تره و رفتارهاش منطق بهتری دارن نسبت به داو جونز. اساسا این نکته رو ندید، برید بک تست بگیرید. از من دنبال چرایش فعلا نباشید. من چرایش رو رفتم بک تست گرفتم دیگه، اون وقت شما تلف نکنید. برید اگه دیدید بله بر اساس استراتژی من انگار یه چیزی هست، یعنی این داستان داره جواب میده، بعد تو ادامه قیمت هم همین جوری. یعنی شما هر جایی ببینید، بعضی از بچه‌ها، یه چیز دیگه بگم، بعضی از بچه‌ها ساختارهای ورودشون بر اساس کندل هاست، خب بر اساس موجهای قیمته. بعد بعضی وقتا توی یه چارت داو جونز میگن آقا من چرا دارم استاپ میخورم؟
این رو برید منطقش رو تو S&P هم ببینید اگر شما خوب دقت کنید، ببین این حرفا رو مزه میکنم میزنم، اینجوری نباشه گیج بشید بعد یه چیز قاطی پاتی در بیاد از داخلش. نگاه کنید، شما برید ببینید من یه نقطه ورود خاص دارم، به من گفتن تو این استراتژی من توی تایم نیویورک اگر مثلا از بعد از باز شدن بورس آمریکا روی داو جونز باش ترید کنم نتیجه خیلی خوب میگیرم، ولی چرا من توی عمل اون نتیجه رو نمیگیرم؟ من این پیشنهاد به شما دارم، برید اون تکنیکال رو S&P پیاده کنید. اگر دیدید تکنیکال رو S&P داره ورود میده، بیاد رو داو جونز ورودش کنید. یعنی اگر دیدید هر دو تاشون همزمان دارن به شما ورود میدن، اون رو وارد معامله بشید. 2 تا نکته مهم گفتم، یکی تو بحث واگرایی داخل این ویدیو دارم جمع‌بندی میکنم، یکی هم داخل بحث بهتر فهمیدن روندهای داو جونز زمانی که شما 50-50 هستید داخل قیمت. S&P میتونه یه اندیکاتور باشه. این حرفی که اگر بازار مثلا، حالا اینم یه اشتباهی که قطعاً بعضیا میرن میکنن دیگه، هر جایی دیدن رفت مثلا داو جونز یه سهم بالاتر ثبت کرد ولی S&P نرفت ثبت بکنه، میان سریع اینو ترید میکنن. من اصلا حرفم تو این ویدیو این نبود. من حرفم این بود که اگر شما اینجا به اشتباه افتاده بودید توی داو جونز، بیاید منطق رو از چارت S&P در بیارید. خواهش میکنم تمایز بین حرفا قائل بشید. نکنید چقدر دارم وقتی ویدیو رو میگیرم که این نکته رو خوب تو ذهنتون جا بندازم. شما برای استفاده کردن از نکات این ویدیو باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید. اون استراتژی مخصوص بازار بورس آمریکا باشه، یعنی مثلا از 9:30 صبح نیویورک که میشه 5 بعد از ظهر به وقت تهران تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران که میشه 11:30 صبح نیویورک. اوکی، این تایم چون بالاترین حجم نقدینگی روی نمادهای CFD وجود داره، معمولا برای بچه‌ها خیلی جذابه این تایم معامله کردن. ولی بعضی وقتا شما چه میدونم فقط به خاطر هیجانات لحظه‌ای بازار فقط دوست دارید وارد معامله بشید که از روند جا نمونید. یه نکته اینجا هست که به شما کمک میکنه تو شرایط 50-50، تو شرایطی که احتمالاً فکر میکنید که قیمت به این ور میره یا به اون ور، این 2 تا نکته عصای دست شما و به شما کمک میکنن. ممنونم که تا این ویدیو همراه من بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد، حس کردید به دردتون میخوره، اگر جاش کم و کاستی داشت اول ببخشید، و اگر به دردتون میخوره لایکش کنید، سیوش کنید، حتما سوالاتتون رو برام کامنت کنید، کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، و لطفاً برای دوست تریدری که فکر میکنید با سبک های ریورسال داره ترید میکنه واسش بفرستید. به نظرم به دردش میخوره. شاد باشید، سالم و سلامت باشید. بهترین آرزوها رو براتون دارم.